قسمت نهم برای تاریکی محیط کارمون باید فکری میکردیم که با نصب چند تا لامپ روح انیشتن رو زنده کردیم. چه ربطی داره؟ مرحله بعد موتور بد روشنی میکرد، فهمیدیم به خاطر نداشتن هواکشه. پس هزینه کردیم یه دونه خوشگلشو براش خریدیم. قبل نصب موتور باید محل قرارگیری پدال‌ها رو هم مشخص کنیم. پس با ساده ترین لوازم ممکن بهترین سیستم رو براش ساختیم. سلام رفقا، چطورین؟ حالتون خوبه؟ سلامتین؟ قسمت قبلی پدالای زیر پامون رو اوکی کردیم. این قسمت هم قراره بریم سراغ پمپ زیر پا، کار جوشکاریشو انجام بدیم، یه حالی هم به موتور بدیم، اگه بشه بتونیم نصبش هم بکنیم که عالی میشه. یه تایممون جواب بده. بریم که در ادامه با ما همراه باشین. Let's go. اینم بچه‌ها از قسمت سیستم ترمزمون و برای مهار کردن پدال زیر پامون به وسیله پروفیل از این قسمت پایینش جوش میخوره. محل دو تا سوراخ‌کاری جایی که قرار میگیره این قسمت و این قسمت اینجا مشخص کردیم، سوراخ‌کاریشو انجام میدیم، پدال زیر پا میاد روش قرار میگیره و قشنگ مهار میشه که نیروهای بهش وارد میشه کج و راست نشه، انتقال نیرومون قشنگ مستقیم بهش وارد شه. بریم برای ادامه کار. Traveling the mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. بچه‌ها سختی کار ما رو ببینید به خدا. ما اگه بیمه میشدیم باید ما رو روی 30 سالگی چیز میکردن، تو 30 سالگی ما رو بازنشست میکردن. گردن، کمر، لالو، مثل کرم شدیم بچه‌ها، مثل کرم. دستکشا رو نگاه خدایی، هیچی از اینا نمونده، همه از بین رفتن. تازه دستکش استکار بوده. این قسمت های جوشکاری ترمزه بچه، محکم کاریش داره. بیا نگاه کنید بچه، همین الان صحنه اتفاق افتاد، همین الان. زنگ بزن اورژانس، زنگ بزن اورژانس. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست توی آمبولانس. بلند نشد دیگه، طبیعی شه. ما بچه‌ها رسیدیم به قسمت دوم کارمون از پدال زیر پا. جوشکاری‌های بغلش انجام شد، پدال زیر پا سوار شد روی پروفیل و حالا برای انتقال نیرو از پدال ترمز به پدال زیر پامون از این قسمت یه مهره جوش شدیم. دو تا مهره هم که روی خود پدال زیر پا بود اونا رو ترازش کردیم، جوشش دادیم به همین مهره‌ای که روی میلگرد سواره و حالا دیگه نیرو به صورت مستقیم به داخل فشاره. میرسیم قسمت جلوی کارمون، حالا پدال زیر پامون که حالا باید این میلگرد رو اتصالش بدیم به پدال زیر پا. برای این قسمت هم این مهره رو میریم سر این میلگرد جوشش میدیم، یه تیکلی از میلگرد رو قشنگ سابش دادیم به این صورت، اینجوری جوش میخوره میره داخل این که دیگه هم 1% جوش شکسته نشه، لا نخوره. هر موقع نیاز به تعمیر یا هر چیزی داشتیم راحت بتونیم میلگرد از داخلش در بیاریم و حالا پدال زیر پا رو جدا کنیم. بریم ادامه کارمون.
بچه عینک رو ببین خدایی بزنم چشم بزن چشم من مرد تنهای شبم. چرا تو میگم یه جرقه زد یه جرقه زد آره آقا روز اولی که کارو شروع کردیم علی کاملا سالم بود، اما بعد از این مدت روز به روز مشکلات روانی شدیدتری پیدا کرده و گاهی ازش هم میزنه بیرون. لطفا برای سلامتش دعا کن. دعا. کنده نمیشه سوختی دیگه موجش بدم بده ما دیگه وایس موجوشش مدام نه بده بابا پس چی میدی به ما هم بره تو برمیده بیشتری بگوشه بگه سکر بگوشه نکو بوی نه چی گره بوی چه کتره هر ما نیاز بکنم اگه کافی صدام بزن ماشاءالله ماشاءالله یا بزن بده ما بس بچه بازی بسته میریم سراغ کلان من داشتم شوخی میکردم خاک آنم تو سر او سیمجوش هنوز مزنه همین کارت مکنه برو کف پر از سیمجوش های نسله علی فیلم به حال بام رم خود از این فیلم بود گمش از فیلم هم بود بیرون اینه چی نگاه نگاه تو رو بابا این بره نگاه دیگه هیچی دیده نجاستمون جنگه بس خود علای نکن موده چسب بزن برو تو مغازه بزن چشما مثل مادر رو خب یاره که یه اتیکر از فیلم هست هم یه اتیکر خوب جوش شده خاکی سرت چه چشما برق زد مال منم زد بس چرا نگاه فقط دوست اون میلگر نرسی به جان خود اگر به سیمجوش نگاه سیمجوش میکنم یه اتصال میزنم به سر خب او بر صف کن بعد پیچه بده تو نه میخوام که من چیز کنم ندارش هیچ احساسی نکن بیا این همون موقعه بلش کن این همون موقعه بده بره داخل بفرم بده بیرون نیست داداش اینا رو جفت شب یک مهره با کنم بیا بیا برا چه کتره بچه ها قسمت جوشکاریش تموم شد مهره به قسمت این میلیگرد جوش داده شد یه جوش هم این پایین داده شد این دست شد یه دونه میلیگرد بود که سابش داده شد حالا میاد اینجا این میره داخلش دیگه هم یه نیروی اطلاف نمیشه شما با نیش ترمز اصطلاحاً وایسا با نیش ترمز شما با نیش ترمز بچه ها انتقال نیرو داریم این از سیستم ترمز این بچه ها نیش ترمز دارن با کمترین اکسون واکنششون میگن
بریم ادامه کارمون. خب رفقا رسیدیم به قسمت جایگذاری موتور و سوار کردنش روی تنه خودش که اینجاست. فقط برای سوار کردنش دیگه ما نمیتونیم اون زاویه موتور رو ایجاد کنیم، باید بر اساس زاویه خود ماشینمون اونو سوار کنیم که باید یه قطعه به این پایین جوش بدیم. کدوم بخشش؟ بله بله. این بچه ادامه کنم. Cause I am happy on this island. Wanna be my fatherland. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. خب بچه‌ها قسمت برشکاری و جوشکاریش هم تموم شد. یه تستی هم انجام بدیم ببینیم جاش درسته. حالا باید موتور رو سوار کنیم روی تنه. بریم ادامه کار. با ما همراه باشید. بچه‌ها تو پروژه‌های دیگه یه خورده کارهای سمی‌تری در راهه. حتما سورپرایزتون می‌کنم. این برای شروعمون واقعا بزرگ بود. ولی خب بزرگ برداشتیم که کارا کوچیک باشه. آره. قدم اول چقدر گنده برداشتم. قدم اول پاره میکنه. قدم اول قشنگ پاره کرد. علی جان تو خدا دوستان منو ببخشن. دوستان این صحنه ها رو نبینن. دوستان منو ببخشن. قدم اول حالا این خدا شد. این همه ترکش که به سر نخورده. خب اینا قدم اول به این حالت آرامش. به این حالت دوستان به یه حالت جرم بچه آخر فیلم اینا رو میفروشیم اگه خواستی مورد چون جوش ثابت سنگشور طبیعی شده. ببینید کارو کار فنی. کمر چنده؟ 46 بچه سایز 46 به هیچ این شلوار اعتماد نکنیم ولی اعتبار میشه خیلی چون بچه اعتماد میشه برش بسته زنجیری از روی ایران خب چی آوردیش؟ تو داری میگی تو داری میگی بود وای خیلی به جان خود نگاه سریع به دار نمیاد حرف نمی بچه ها یعنی الان بگین روزه بذار نگاه بخوام فرش میکنم محافظی رفتم گفتم علی این گیر نمیکنه گفتی فوقشی رو مباره گفتم گیر کنم فوقشی رو مباره نه بس چی رو گفتی زنجیر از روی رد میشه چی گفت انگار الان مبور داشتی الان میگم زنجیر گفت علی این چیه گفتم زنجیر از روش رد میشه اگه 1% هم گیر کرد مبور نمیشه علی علی چاو اما از زندگی بالی سر خب رفقای این باکمونم خیلی داغونه بریم اینم یه اسپری بزنیم و بریم نصبش کنیم روی دوستان در رنگکاری‌های بیرونی سعی کنید دیوار همزده رو رنگ نکنید یه گوشه قشنگ کار کنید انصاف داشته باشین روی دیوار خودتون بذارید چه رنگی چه آفتاب قشنگی خب رفقا سینکشی و نصب قطعات
انجینمون روی تله تموم شد. این سیما رو ما ترموفیت و اینا نداشتیم که بخوایم مرتبش کنیم. با چسب برق مرتبش کردیم، قشنگ تا همراه جایی که شد مخفی کردیم. یه دونه جعبه تقسیم برای کار برقی ما اینجا نصب کردیم که شارژر رو جعبه برق موتور توش قرار بگیره و این درش این تقسیم میشه و خیلی مهمه. باتری رو اینجا نصب کردیم. بس باتری نداشتیم ولی خب که سیم مفتوح زدیم. اتومات استارت این بغل واسه یه سیم مفتوح مهار شد. بوبینم این بالا پیچ شد. اتصال به بدنه از طریق این هیچ با بوبین به بدن متصل شده و موتور هم که اینجا سوار کرده. این دست سیم برای استارته و این دست سیم هم برای قطع کنه که به این صورت نصب شد. واکم رنگ زدیم به این شکل میاد و متصل میشه و این شلنگ هم بهش رسید میشه. همین رو باید ببریم حالا روی بدنه نصب شد. یادم یه هندل هم اینجا براش گذاشتیم برای مواقع ضروری که اگه 1% حالا موتور خفه کرد هر چیزی اتفاقه و باتریمون خالی شد با این هندل بتونیم استفاده کنیم. و این اگزوزش هم که اگزوز قهرمانیه بچه. اگزوز قهرمانی رو اینجا هم نصب کنیم. اگزوزش قابلیت داره از اینجا بیاد خب رفقا ویدیو این قسمتمون هم تمام شد. امیدواریم که از دیدنش لذت برده باشین. چون ما پروژه اولمون 100% عیب و ایرادای تو کارمون هسته و همتون هم در جریانین. پس پیشنهادها و نظراتون رو به ما بگین که ما توی پروژه‌های بعدیمون اعمال کنیم و ازشون استفاده کنیم. ویدیومون هم لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که اگر ویدیو جدیدی گذاشتیم اولین نفری باشین که ویدیومون رو میبینین. مواظب خودتون باشین. روزتون بخیر. دوستتون داریم. خدا نگهدار.